بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد مابان دکتر سیب عبدالله عبدالرؤوف ابراهیمی مسلمیارس منصب اجرایی اعضای محترم کابینه هیئت رهبری شورای ملی سناتور صاحبا وکیل صاحبا خواهرا و برادرای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شروع از سپاس و امتنان از شورای ملی افغانستان. اول از روزی که من خدمتتان آمدم و بیانیه که شما از او استقبال کردین ایراد شد، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز با قلب پر از این که شورای ملی افغانستان در هر قدم پشتشان ایستاده است، در سنگرها از این خاک دفاع میکن. من نه کورم ودان هر ورځ اتاسه سرتیر بچی دی خاور باندې وینه ورکړي او یو بله جلسه به ونیسو چې دا واقعي قرباني تاسو ته توضیح سي. اما تاسو ملاتړ وضاحت فکری تعریف دوست و دشمن فرصت از این برابر کرده که قوای امنیتی و دفاعی ما بدون شک و شبه و مردم نجیب افغانستان با اعتماد کامل دشمن خود مقابلش ایستاده شد. دوم، از نقش بسیار سازنده شورای ملی افغانستان من از صمیم قلب ابراز امتنان میکنم. چی بودجه بوده، چی هماهنگی دوامدار بوده و مخصوصا امروز تشریف آوریتان و تشریف آوری گذشته تان به ارگ و امیر رقم آمدن اعضای محترم کابینه خدمتتان فضای اعتماد دو جانبه روز به روز زیادتر ساخت. مردم افغانستان باورمند شدن که تفکیک وظایف بین قوه مقننه و قوه اجراییه که قانون اساسی ما فرمایش است از او زیادتر گذشته، یک هماهنگی و یک همدلی به وجود آمده و این موجب از این میشه که همه ما به جهت واضح و با اعتماد و اعتبار هم از ملت نمایندگی کنیم و هم تقاضای ملت انجام داده بتونیم. در تمام مسائل عمده ملی مشوره یک اصل اساسی است و امید است که روابط ما این تثبیت کرده باشه که ما باورمند بایستیم و همچنین قانون انتخابات خدمتتان است. به زودی ممکنه آرزومند هستیم که شما این تصویب کنین تا وعده واضح و خواهش که تمام ملت داره که انتخابات به زمان خود اجرا شود صورت بگیرد. امروز من میخواستم که به تایید فرمایشایی که شما قبل از حمله بزدلانه و خائنانه که سر کابل شد و همچنین مطالب را که جناب ابراهیمی صاحب به نمایندگی تمام اعضای پارلمان در بیانیه خود امروز گفتن و اگر یادتون باشه 24 موضوع بود، به تعقیب از او سخنایی داشته باشیم و راههای کاری را سرش کار کنیم. سال گذشته به یاد دارین که کمبود بودجه دچار بودیم، تحرک نبود و فضای عدم اعتماد و عدم تحرک بود. تمام پروژه‌ای که بر ما به میراث مانده بود خارج بودجه افغانستان و داخل بودجه افغانستان به یک بررسی سرتاسری رسوند. این جرأت داشتیم که پروژه‌ای که مخصوصا خارج بودجه بود و هیچ وقت در منطقه نظیر نداشت که اینا دوباره عیار شوند و پروژه‌ای که پیشرفت نداشت کنسل شوند، کنسل شد. امسال وزیر صاحب مالیه را از پیش خواستن تشکر میکنیم، همچنین از تمام وزیر صاحبای دیگه. فرصت پول به دست ماست، پول پیدا کردیم. انال نقطه بنیادی استعمال از این پول است و این جهت تمام بودجه موجوده به اساس ولایت طبقه بندی شد. برای بار اول در تاریخ افغانستان
واضحا میفهمین که چند فیصد بودجه به کدام ولایت افغانستان میره. خواهش من ایست که نال اعضای محترم شورای ملی افغانستان با وزیر صاحب کار کنن که پول مصرف شد، که نتایج به صورت واضح و مشخص بده. در پیشنهاد اول میز که یک جلسه کاری خاص سر مصرف بودجه برایتون بگیریم که کدام پروژه به چی رقم مصرف میشه و به این اساس ما و شما مشترکاً تشخیص کنیم که ظرفای بنیادی در چیست و راه رفع از این مشکلات چیست، تا یک فضای واضح وجود داشته باشه که شما به معکلین محترمتان توضیحات داده بتانین که تعرق کجاست، کار در کجا انجام میشه و به چه شکل پیش میره. در عین حال مسئله دومی که پیش روی ماست و شما در بیاناتتان ذکر کرده بودن جناب ابراهیمی صاحب، مسئله کنفرانس وارساست و کنفرانس بروسل. آمادگی همه جانبه برای کنفرانس وارسا گرفته شده. پیشنهاد دومی است که یک جلسه کاری به هر شکلی که شما لازم میدانین، در سطح مدیره میخواین، در سطح عمومی میخواین، سر کنفرانس وارسا برایتان داشته باشیم و همچنین سر کنفرانس بروسل. ما به یک موافقه 3 ساله امرای IMF رسیدیم، دیدگاهی واضح را ایجاد کردیم بالای تعهدات به شمول سفرهایی که رئیس اجرایی کرده و ما کردیم و امروز هم رئیس اجرایی چین میرن، تمامش تمرکز سر است. اما اینجا یک پیغام واضح بکار است، چند پیغام واضح بکار است و ضرورت عزیز که شورای ملی افغانستان مثل که دیروز به وضاحت پیغام دادیم که از این متشکر هستیم و ابراز امتنان میکنیم، پیغام‌های واضح را در هفته آینده داشته باشیم. چیز اولی که دنیا از ما میخواه و مردم ما او را زیادتر میخواین، این تحمیل نیست، این به دست ماست، ایست که پلان مبارزه ما با فساد همه جانبه و سرتاسری باشه. در این اجماع ملی یک اصل اساسی است، چون بدون از این نه اعتماد ملت جذب کرده میتونیم، نه دنیا به این شکل خواهد باشه که دوام در رقابت هستیم. در رقابت با ممالک زیاد هستیم. وقتی که افغانستان تنها محراق توجه بود گذشته. سوریه را ببینید، عراق را ببینید، یمن را ببینید و سومالیه بیچاره را خود هیچ کس یاد نمیکنه. از این جهت ضرور است که یک پیغام بسیار واضح در مقابل مبارزه با ضد فساد داشته باشیم. دوم، اولویت های ما باید اولویت هایی باشه که مورد سوال قرار نگیره. وقتی که یک ملت اولویت های خود تعیین میکنه با انتخابات دشوار دچار میشه. هر څوک چې او ځای چلایی که او په ټایم اداره کوي معنی دا ده چې باید انتخاب وکړي چیرې سره کړي، سره باندې پیسې مصرفوي یا بل شي باندې. دا خو معلومه ده. از این جهت ما میخواهیم که یک بحث واضح در قسمت اولویت انکشافی داشته باشیم. چی آماده است؟ آره چیزی را که آماده است معطل میکنیم از خاطر که همه بریم، یا ای که یک ملت هستیم و حرکت در هر نقطه افغانستان موجب پیشرفت کل افغانستان میشه. مسئله آب پیش روی ماست و میخوایم که با وضاحت سر 29 بند پیشنهادی امرای شورای ملی افغانستان بشینیم که امسال انشالله تعالی ما ایجا حرکت کرده میتونیم، اما 2 سال 3 سال بعد در هر نقطه افغانستانی رو ببینیم. آیا ضرورت عزیز که 6 بنده که امروز تیار است فردا کار شروع شود یا ای که منتظر بان؟ پیغامی که ما از شورای ملی افغانستان گرفتیم پیام تحرک است، پیام حرکت است، حرکت سرتاسری تا زندگی مردم داریم. و مخصوصا پیامی که ما از مردم افغانستان گرفتیم ایست و از نمایندگان محترم ملت که منابع ما باید تحرک پیدا کنه. امسال IMF پیش بینیش است که انشالله تعالی حداقل 4% رشد اقتصادی داشته میتونیم. ما از بحران اقتصادی در حال برآمدن هستیم و خوشخبری دهیست که به اساس منابع خود ما میشه. این نیست که یک تزریق باشه مثل که
کسی که معتاد به هیروئین باشه یک تزریق کنه و دفعه دوم باز اعتیادش زیادتر کنه. این به اساس خودکفایی، طرح خودکفایی را که پیش کردیم انشاءالله تعالی برای همه ارائه میشه. اما ضرورت عزیز که زیر بنا به یک بحث منطقی اصولی و همه جانبه بدل شود، نه ای که فضای گروگانگیری شروع شد. نقطه دیگر ایست که قانون اساسی تطبیق کرده. صلاحیت ها واضح است. صلاحیت های قانون اساسی قوه مقننه نقش نظارت بسیار واضح داده، نقش تصویب داده، صلاحیت ها واضح است و همچنین قوه اجرایه، قوه قضاییه را و قوه اجراییه را و ما باعث مسئول سی قوه و خدمتگارتان باید بتانم از افغانستان با وضاحت در مقابل دنیا در پیش دنیا نمایندگی کنم. رئیس اجراییه باید بتانه به نمایندگی دولت و ملت سخن گوید. تفکیک دولت و ملت شده نمیتونه. یک ملتی که 5000 سال تاریخ داره مورد توهین قرار گرفته نمیتونه. خود باید توهین نکنه. ما مردم پر افتخار هستیم و افتخار ما است که ملی فکر میکنیم، سرتاسری فکر میکنیم، افغانستان شمول فکر میکنیم. هیچ افغان برتر نمیدانیم اما هیچ افغانم کمتر نمیدانیم. او دا ضرورت ده، مخصوصا در ولایت افغانستان که کمترین توجه در ادوار گذشته برش شده بود. اینی در ولایت من میخوایم که وکالت خاصش، مسئولیت خاصش به ما بده تا خود مسئول بدن. در خود نگیگیت سے مختلف پیلیو که زواندو کو همه باید اصولی فکر کنیم. در این چارچوب ضرورت واضح است که اگر میخواهیم که وارسا و بروسل به کامیابی منجر شود، یک فضای سرتاسری اعتماد سیاسی در وطن وجود داشته باشه. اینی فضا و از ایجاد از این فضا وظیفه تاریخی شورای ملی افغانستان است، چون شما نماینده مستقیم ملت هستین و به نمایندگی ملت صحبت میکنین و تالار شورای ملی اینی تالار وحدت ملی است. موضوع دیگر که خدمتتان میخواستم چند نقطه اظهار کنم. بحث آخری سر برق است. اول ما چی کردیم از روزی که بار مسئولیت سرشانه ما بود؟ آیا یکی از این پروژه بزرگ منطقوی در تحرک بود؟ کدام کس هست ما به انتان که واقعا بگوید که شما شاید تحرک بودین در این پروژه؟ برادرها کار کرده بودن، خواهرها کار کرده بودن، اما در روی کاغذ بود. تعبیر عملی کردیم یا نکردیم؟ از کاغذ به ساحه عمل میره یا نمیره؟ کاسا دیگر روز تعدادش گذاشتیم یا نگذاشتیم؟ 8 روز بعد در تهران امضای قرارداد چابهار بین صدر اعظم هندوستان، رئیس جمهور ایران و مسئولیت پذیر. عثمانی صاحب، دکتر صاحب قیومی، نه تنها تپیر سرش قرارداد کردیم، ترکمنستان قناعت دادیم که یک لین 500 ولته نو از راه هرات به قندار برسانه و با پاکستان برسانه. در ماه اقرب انشالله تعالی شاهد ازی خواد باشین که خط آهن ترکمنستان با آقینه وصل میشه و پلان اساسی بحث ما امروزی است که از آقینه به شیرخان بندر چطور خط آهن وصل کنیم. امرای 5 مملکت دیگه به نتیجه رسیدیم که راه چین تنها از راه آسیای مرکزی نره، از راه افغانستان به ترکمنستان وصل شود و همچنین ایران و
چین با هم واصل شد. یک فرصت عظیم است. در تاجیکستان که بودیم، تاجیکستان میخواه که از رای ما مثل باقی آسیای مرکزی باره با آسیای جنوبی برسه. اینی تحرک منطقه‌ای است. دو، پلان انرژی افغانستانی بود. جناب داخل واتساپ تشریف دارن، وزیر مالیه بودن. پلانی بود که 10 سال اول افغانستان واردات کنه، بعد از او 10 سال دوم به طرف صادرات بره. فخنر حالا یک نام شده که مثل که عقل دنیا هستن. اولین چیزی که من عثمانی صاحب گفتم، ما این طریقه را قبول نداریم، حکومت وحدت ملی طریقه را قبول نداره، ما تولید داخلی میخوایم. تا چند همیشه محتاج خارجی باشیم. 42 مگاوات برق از رای سلما تامین میشه، سویچش چند هفته بعد شروع میکنیم. امروز خواهرها و برادرها 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلما، در بند دوستی افغانستان هندوستان واضح وجود داره. اینی آبی بود که ما کنترلش نداشتیم. اون بادروی صاحب وکیل صاحبای دیگه محترم مهرات هستن، مردم باور نمیکردن، خیال میکردن که سیلاب آمده. سیلاب نیست، آب افغان است که آب حیات افغان است. و کل هدف ما انال تولید برق داخلی است. در این چارچوب پس بریم سر از این مسئله بامیم. اول ضرورت عزیز که نیت از او افراد و هم تصامیمشان درک کن. از چی خاطر لاین نوا شروع کردن؟ از خاطر کابل برق نداشت، مخصوصا غرب کابل مطلقا بدون برق بود. از این جهت من نمیخوایم توضیحات زیاد بتم، اما تعهد امروزم رایتان چیز، تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید، شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد رو ببینید که قدم به قدم واضح شد کی در کدام وقت کدام فیصله کرد، دلایل از این چی بود و دلایلش منطقی بود یا نبود. اما قسمی که جناب دکتر صاحب عبدالله گفتن 3 سال پیش این فیصله شد. فیصله در کابینه افغانستان صورت گرفته، هیئت‌ها به اساس پیشنهاد جناب اسماعیل خان امضای مارشال صاحب فقید رفتن، اینا تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است. بعد از او 3 سال کار همه جانبه صورت گرفته که متر به متر بررسی شود تا بتانین به قرارداد برید. که این نقطه وضاحت داشته باشه. انال هر تصمیمی که گرفته میشد مانع ازی بود که 2 سال تا 3 سال دیگه برق حرکت نمیکرد. آیا میخواین که 6 میلیون نفر برق داشته باشه یا نداشته باشه؟ اما مانع از این است که حکومت وحدت ملی وظیفه بنیادی خود برای او ولایت که محروم بودن انجام نداده باشه. بنابراین چی گپ است؟ در پهلوی از این که برق بر 6 میلیون دیگه میرسه، چی کردیم که برق بر مردم شریف بامیان برسه؟ اول پروژه که از رای مسیر بامیان اگر تیر می شد 500 ولته می بود، دری یک خانه یک چراغ نمی گرفت. پروژه انتقال برق بود. تمام برق در هر جای دیگه است از 220 ولت است. از برق 500 ولته استفاده کرده نمیتونه. دیگه این هدف نبود. برق بر بامیان به اساس پلان فخنر در 2022 میشد.
یعنی باید انتقال بود اما توزیع برق نبود. ما این را غیر عادلانه یافتیم. چی کردیم؟ برق مطمئن‌تر، برق زیادتر و برقی که زودتر میرسه، هر سهش حکومت وحدت ملی تامین کرد. اول پیشنهاد ما است که برق از پروان با بامیان برسه. چرا؟ چون استیشنی که دکتر صاحب عبدالله افتتاح کردن، شما بزرگا حضور داشتین، همه استقبال کردین. اول منبع داخلی برق است، روز به روز برق داخلی زیادتر میشه. این منبع میفهمین باغدره و دره های دیگه ما کلش منبع عمده برق است که میخوایم میره تولید روز به روز زیادتر کنیم. دو، لاین تاجیکستان است. سوم لاین ازبکستان است. چهارم لاین ترکمنستان است. از 4 منبع برق میه مطمئن‌تر است. یک منبع برق همیشه یک منبع است، اما که 4 منبع میه با مراتب زیادتر است. تمام فیصله کابینه را ببینین، مقدار برقی که در 3 سال گذشته برای بامیان وعده شده بود از 5 مگاوات زیادتر نبود. فیصله را ببین، هم دستور کن. 1 مگاوات نیوزیلند ها میدادن، کل مردم چک میکردن. ما 300 مگاوات برق بر بامیان تامین میکنیم. 30 مگاوات ضرورت است تا 300 مگاوات است. و آینده به صورت اساسی انشالله تعالی میه تا مردم سهم بگیره. و نقطه دیگه چیست؟ کار او وقت اگر لاینای دیگر می بود به صورت پلان اساسی که شده بود 5 تا 6 سال دیگه میگیره. ما برق بامیان همزمان با انتقال برق از رای سالنگ همزمان تکمیل میکنیم. طریقه بنیادی است که انکشاف همه افغانستان هر وجبش سر هر کدام ما و شما حق دار. هر وجب افغانستان مادر ماست. استخوانای 5000 سال نسلای ما در این خاک است. هر بخش این خاک استخوانای نیاکان ما تشکیل داده. افغانستان هدیه کسب افغانان نیست. کدام ملک دیگه اسلامی است در تمام دنیا مرا ببینه که 1.5 میلیون شهید داده باشه از خاطر از این خاک. از این خاطر عزت از این خاک تأمینه. از این پیام از این شهیدا چیست؟ مسلمیان سب تاراتون نمیلی چیزی هم دخل تا نمی داری دلای چه ده پیام ده شهیدانو داده چه اخت پاک نور اخت متولیده و خاوری که تفرقه مراولی زکا تفرقه شهید تولیده ری او مو کافی شهیدان ورکبید. مو وحدت غواړو، اعتماد غواړو او د ټول افغانستان یووالی غواړو. او دغه برخه کې اماد پل وړاندیز داده چې په منسجمه توګه ملي شورا سره کینو چې ټول پوسو چې ولې څه کارونه کوو. موږ جنجال داده چې په کار پسې اخته یو. زه بیچاره کار کوم خیال کوم دنیا ورباندې پیږي. خلک خبر ندي. نو ضرورت د دې ده چې واضح سره ټول سو یک فضای واضح باشه که همه ما در این شرایط دشوار به پیش بریم. باز هم از صمیم قلب من میخوایم از وکیل صاحبای محترم، سناتور صاحبای محترم، هیئت رهبری مشران جرگه، هیئت رهبری اولوسی جرگه، جناب ابراهیمی صاحب، جناب مسلمیار صاحب ابراز امتنان کنم که در یک فضای اعتماد و اعتبار انشالله تعالی بحرانهایی را که به ما میراث رسیده حل خواهد کردیم و امید است یک روز یک معرخ پیدا شوه که بگوید همه تو مردم بودن که در این دوران شانه دادن به بار و را حل کردن. تل دیوی افغانستان، یشسون افغانستان، زنده باد افغانستان.